این گوگیرد است که همه روزه برای آتش افروزی در روزگار ما استفاده میکنیم. معنی دیگری گوگیرد در زبان اوستایی قدیم سوگند است. سوگند خوردن یعنی آبی گوگیرد خوردن است. نیاکان ما به خاطر سنجش واقعیت حرف یک نفر با او پیشنهاد نوشیدن آبی گوگیرد میکردند. این شرطی روانی بود و نفری که جرأت به نوشیدن آبی گوگیرد میکرد سر حرفش اعتماد میکرد. از همین جا قسم و سوگند خوردن پیدا شد. حالا به خاطر به وجود آوردن اعتماد ساکنان از شیوه‌های گوناگون قسمخوری کار میگیرند. از خدا و رسول، پیغمبر و اولیا تا پدر و مادران از نمونه‌هایی هستند که ساکنان با آنها قسم میخورند. ظاهراً برخی از ساکنان تاجیکستان به آن نفر اعتماد میکنند که قول خود را با قسم مستحکم کند. سوگند مسئولیت آدم را زیاد میکند و اعتقاد دیگران را به خود جلب میکند و دیگر آدمیزاد به او باور میکند که با این سوگند خوردگیش ارزوده همین کارش میبراید. اگون زور بیا اگون بایدم چنه قسم با او دا کی مقصد راست باشه گپت کی گپ تصدیق کرده بتونی که گپی من راسته. از سوی دیگر سوگند زیاد خوردن در جامعه تاجیکستان را چندان خوش ندارند. کن حاضر زمان نمیدونم من کجا میری می فقط سوگند اینش دروغ میگه راست میگه که خودشون میگن. همین زمان خیلی که برای صاحب نون نوشیدن یا تو وای استفاده میبری یا وایتیا آدمی که بسیار قسم میخوره این نشونه اون آدم دروغگو همین صبح. باری اول است که در تاجیکستان تصمیم است سوگند خوردن را یک معیار قانونی بکنند. سوگندی اعضای حکومت به پرزیدنت تاجیکستان معیاری نو در سرقانون تاجیکستان است که قرار است روز 22 می سال روان در رایپرسی عمومی خلقی گذاشته شود. مؤلفان این طرح معتقدند که سوگند احساس مسئولیت و صداقت را بالا میبرد. اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بعد از تعیین شدنشان و تصدیق فرمانشان در جلسه یکجای مجلس ملی و مجلس نمایندگان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند. اکنون سوال شدنش ممکن که برای چی عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان با خلق تاجیکستان و اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند؟ چون که چخیلی که گفتیم عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان نمایندگان خلق تاجیکستانند و ماهیتاً به خلق سوگند یاد میکنند. اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان باشد با سرور حکومت اجرایی یعنی بر رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند. در صورت جانبداری ساکنان از این لایحه تغییر و الهه ها سوگند به نام پرزیدنت در تاجیکستان حتمی خواهد شد. مؤلفان این طرح میگویند سوگند به نام پرزیدنت در دیگر کشورهای دنیا رایج است اما در تاجیکستان این یک معیار نو است. تجربه یاد کردن سوگند از جانب اعضای حکومت کشور در بیشتر دولت‌های هم اروپا هم آسیا وام می‌خورند. این کشورهای اروپا پیش از همه استریا، آلبانیا، بلغاریا، ونگریا، لیتوا، پولشا، رومانیا، چخیا، دولت‌های کشورهای سابق اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یعنی امروزه اتحاد دولت‌های مستقل در جمهوری قزاقستان چون این تجربه هست که اعضای حکومت کشورشون بعد از انتخاب یا تعیین شدنشون با سرور حکومت اجرایی سوگند یاد میکنند. این معیارهای نو در ماده‌های 49 و 73 لایحه تغییر الهه‌ها به سرقانون درج شدند. اما ترتیب سوگند خوردن اعضایان حکومت و پرزیدنت تنها پس از قبول شدن کنستیتوسیون معلوم خواهد شد. منتقدان بر این نظرند که در یگان کشور دنیا به نام پرزیدنت سوگند یاد نمیکنند. تا امروز مثلا در جامعه تاجیکستان مثلا درباره صداقت سالاری نه اینکه شایسته سالاری حرف می رود و این امروز این صداقت سالاری را مثلا یک تعبیر کانستیتوسیونی یک معیار کانستیتوسیونی بکنن که تو باید که به پرزیدنت صداقت داشته باشی نه اینکه به ارزش های دولتی و ملی و مردم و به دولت تاجیکستان. مثلا چنین سوگند که به شخصی رهبر می شود تا این زمان در روسیه پادشاهی مثلا بود که به شخصی امپراتور مثلا سوگند یاد میکردند اون وقتا و بعداً که وقتی امروز بیشتر در کشورهای دنیا با کانستیتوسیون و با ارزش‌های دولتی و ملی و با در نزد مردم و در نزد پارلمان سوگند یاد میکنند نه اینکه به شخص اولی رهبری دولتشون. بزرگ فرموده است سوگند خوردن و طلب آن کردن بد است چون در هر دو حالت حقیقت تعریف می شود. بزرگ دیگر سوگند خوردن و صداقت به سوگند را نشان جوانمردی می‌داند. روز 22 می مردم تاجیکستان معلوم خواهد کرد که سوگند خوردن اعضای حکومت به نام پرزیدنت ضرور است یا خیر.